سلام دوستای عزیز و گل، کسایی که از چینل یوتیوب ما را بیننده هستند، چی در افغانستان هستند چی در خارج است، سلام های گرم ما را پذیرا باشین. میخوایم یک نصیحت برای کسایی که مثلا به ایران میخوای سفر بکنم، میخوام برش نصیحت بکنم. کسایی که میخوای به ایران بره اصلا نرین به ایران. چرا؟ به خاطر که من خودم چشم دید خودم میگم، چیزی که مثلا ما دیدیم و از کسای دوستایی که در ایران بوده شنیدیم و از اونا سوالم کردیم. خب در ایران زندگی واقعا مشکل است. اگر اسناد داشته باشی که مثلا با پاسپورت بری یا مثلا اونجا که برات برگرد داده باشد، مدارک داشته باشی، برات کار پیدا نمیشه. اگر کارم پیدا شود، کارهای بسیار ثقیل، کارهایی که ایرانیا انجام دادن نمیتونه او رو برای افغانیا میته که انجام بده. خب بازم این کارش مشکل زیاد نداره، به خاطر که خیر سخت کار میکنی، پول به دست میاری، پول خودم میگیری، بازم خوب است. خب ما به خاطر کار کردن میریم. دیگه یکی کسایی که مدارک نداره، یعنی پاسپورت نداره یا مثلا شناسنامه نداره، اصلا به ایران نروه. به خاطر که در هر جایی که باشی باید همیشه از دست پلیس فرار بکنی. دیگه یک جایی که کارم میکنی مثلا اگر صاحب کارید آدمی با انصاف و با خدا باشه، حقوق تو رو بده، بازم خوب است. ولی اکثریت مردم ایران بالای کار میکنه، زحمت میکشه، شب و روز کار میکنی، در کارگاهش خواب هستی، کار میکنی، بعدا حق تو رو نمیته، یعنی حقوق تو رو نمیته، معاش تو رو نمیته. یک ماه دو ماه تا میته، بعد از او معاش تو نمیته، بهانه در میاره که این ما ندارم، ماه بعدی تا 3-4 ماه بالای کار میکنه. وقتی که دیگه دید تو کار کردن کار نمیکنی، حق خود طلب میکنی، با پلیس زنگ میزنه، پلیس میاد از کارگاه تو رو بار میکنه، میاره رد مرز میکنه. پلیس اونا هم که مثلا وقتی دستگیر میکنه، قانون اصلا مد نظر نیست که باید تو دمو کارگاهی که کار میکنی لباس تو اتاق است، تو اتاق باید بری که بغل کارگاهت است، نزدیک است، که بری لباس خود بیگ خود بگیری یا لباس عوض بکنی یا پول بگیری. پروای و گپا را نداره. حتی داخل کارگاه مثلا لباس اگه بخوای عوض بکنی، لباست باشه، اجازه نمیده که تو اینجا لباس عوض بکنی یا پول بگیری. تو را بار میکنه، میاره مثلا در خوابگاه، میاره از اونجا رد مرز میکنه طرف افغانستان همیته تا آخر. یعنی می رقم مشکلات هست که مثلا بدبختی و یعنی مشکلات بالای تمامی هموطنان ما و شما هست. امیدوار هستم که امارت صاحبا، کسایی که در اصل هست از جامعه جهانی صدای ما و شما را بشنوه، به این مشکلات مردم ما و شما رسیدگی بکنه. تشکر دوستای عزیز و مهربان.